کیک خونگی باشه، کیک هویجم باشه، یه لایه کرم پنیری هم روش باشه، تازه خیلی هم سریع درست بشه. دیگه چی از این بهتر؟ امروز قراره با هم این کیک هویج خوشمزه رو درست کنیم. اگه آماده اید که بریم یه سبد برداریم و مواد اولیه‌مون رو بخریم و درستش کنیم. مواد لازم برای تهیه کیک هویج پنیری: تخم مرغ، شکر، آرد سفید قنادی، شیر، روغن، هویج، بیکینگ پودر، وانیل، دارچین، کره، خامه، پنیر خامه‌ای. اول از همه تخم مرغ‌ها رو داخل یک کاسه میریزیم و با همزن برقی با دور تند یا با دست هم میزنیم تا رنگش کاملا روشن و کرم طور بشه. بعد شکر و وانیل رو اضافه میکنیم و دوباره مخلوطمون رو کاملا هم میزنیم تا شکر و وانیل حل بشن. تو مرحله بعدی هم شیر رو اضافه میکنیم و حدود 30 ثانیه هم میزنیم. روغن رو هم میریزیم و دوباره 30 ثانیه هم میزنیم. آرد رو الک میکنیم و کم کم به موادمون اضافه میکنیم و آروم آروم هم میزنیم. بیکینگ پودر رو هم بعد از الک کردن اضافه میکنیم و هم میزنیم. پودر دارچین رو هم میریزیم توی ظرفمون. دارچین طعم کیک هویج رو فوق‌العاده میکنه. موادمون رو کامل هم میزنیم طوری که هیچ گلوله‌ای داخل مایه کیک نمونه. و اما قسمت اصلی کیکمون، هویج خوش رنگ که قراره کیک رو خوش رنگ و لعاب کنه. هویج رو از قسمت درشت رنده میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. دوباره همه مواد رو هم میزنیم تا هویج کامل توی مایه کیک مخلوط بشه. کف قالبمون رو با کاغذ روغنی میپوشونیم و مایه کیک رو داخلش میریزیم. قالب رو داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 40 تا 45 دقیقه میذاریم تا بپزه و خوب پف کنه. تا کیکمون میپزه ما هم میریم سراغ قسمت خوشمزه کار، یعنی کرم پنیری. آرد، شکر، وانیل و کره رو داخل یه ظرف میریزیم. شیر رو اضافه میکنیم و هم میزنیم تا مواد کاملا حل بشن. مواد رو داخل قابلمه میریزیم و میذاریم روی شعله متوسط گاز و مدام هم میزنیم تا به جوش بیاد و غلیظ بشه. وقتی مواد به غلظت رسید گاز رو خاموش میکنیم و قابلمه رو کنار میذاریم تا خنک شه. وقتی کرممون خنک شد خامه و پنیر خامه‌ای رو اضافه میکنیم و با همزن هم میزنیم تا کاملا یک دست بشن. حالا کرم پنیریمون رو روی لایه بالایی کیک میریزیم و دوباره مواد رو به مدت 1.5 ساعت تا 2 ساعت داخل یخچال میذاریم تا کرممون کاملا سفت بشه. به به، کیک هویج خوشمزمون با این بافت فوق‌العاده‌اش آماده است. نوش جانتون.